من از پایم تیر خوردم مرد. این آدمان دیوانه آمدن که نواربرداری کنند. من نمیدونم. من تنها یک نفر را دیدم. Saat 1:15 sularında bir eğlence merkezimizde bir teröristin تقریبا ساعت 1:15 بامداد تروریست با تفنگچه میلش دراز به کلوب شبانه آمده است. وی اول مأمور پلیس را که در درآمدگاه می ایستاد کشته، سپس افراد ملکی را پرانده است. بعداً به داخل درآمده است. maalesef içeride çok vahşice, acımasızca orada sadece yılbaşını وی بسیار بیرحمانه آدمان بیگناه را که در آنجا فقط به خاطر تجلیل از سال نو و خوش گذراندن این وقت جمع شده بودند کشته است. این تراکت است. maalesef bugünkü o meşhum olay meydana getirmiştir. Bir terör saldırısıdır.